سلام به همه دوستان عزیز و گرامی. امروز اومدیم با یک تحلیل بسیار جذاب. قراره که بریم سراغ مذاکرات حساس بین ایران و آمریکا که قراره پس فردا توی عمان برگزار بشه و یه پیشبینی کاملا تحلیلی و مستند از آینده این گفتگوها رو داشته باشیم. مرحله دوم مذاکرات در عمان برگزار میشه. یه مرحله حساس‌تر، جدی‌تر و خطرناکتر. اینجا دیگه فقط بحث تبادل زندانی نیست، بلکه محورهای اصلی 3 مورده. 1. تبادل جدید زندانیان. قرار هست چند زندانی آمریکایی در ایران و چند زندانی ایرانی در آمریکا آزاد بشن. این بخش به احتمال زیاد قطعاً انجام میشه چون برد هستش. 2. محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران. آمریکا میخواد ایران غنیسازی 60% رو متوقف کنه و ذخایر اورانیومش رو کاهش بده. در عوضش دسترسی ایران به بخشی از پول‌های بلوکه شده در عراق و قطر آزاد میشه و شاید مجوز فروش محدود نفت هم داده بشه. 3. کنترل تنش در منطقه هستش. اگر این دوتا مذاکره کنن با هم، یعنی مذاکره به سمت مثبتی پیش بره، کنترل تنش در منطقه انجام میشه، یعنی منطقه‌مون آرومتر میشه. ما همیشه امیدواریم که همیشه هر چیزی به نفع ایران عزیزمون باشه. اگر این تحلیل براتون مفید بود لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و حتما توی کامنت ها بگید به نظرتون این مذاکرات به توافق میرسه یا شکست میخوره. منتظر نظرتون هستم تا تحلیل بعدی. بدرود.